تو هم برای یه دونه نون برگر 13 تومن پول میدی؟ بیا من خودم بهت با 20,000 تومن 6 تاشو بهت یاد بدم. تازه بافتشو ببین، معرکه است. ابتدا آرد و آب جوش رو با هم ترکیب میکنیم و میذاریم که خنک بشه. به این ترکیب میگن تکنیک یودین که توی کپشن براتون توضیح دادم. شیر و تخم مرغ رو با هم ترکیب میکنیم، تمام مواد خشک رو هم با هم مخلوط میکنیم، یودین رو اضافه میکنیم و بعد هم مایعاتمون رو کم کم اضافه میکنیم تا جذب خمیرمون بشه و بعد هم کره رو بهش اضافه میکنیم. 15 دقیقه تا 20 دقیقه ورز میدیم خمیرمون رو تا خمیرمون جمع بشه و صاف و یک دست بشه. خمیرمون که آماده شد 30 دقیقه توی دمای محیط بهش استراحت میدیم. بعد از اون خمیر رو به چونه های 100 تا 150 گرمی تقسیم میکنیم. هر چونه رو مطابق ویدیو شکل میدیم. دقت بکنید که پوسته روی خمیرتون به هیچ عنوان نباید آسیب ببینه. خمیراتون رو روی سینی فرتون بچینید و بعد هم یه فشار آروم روی خمیراتون بدید. 70 تا 90 دقیقه بهش استراحت بدید تا حجم چند برابری بگیره. بافتشو ببین. این نون بافتش معرکه است. من توی پیجم انواع نون و کروسان رو آموزش میدم. اگر دوست داشتی یه سر به پیجم بزن.